آیا این ادعا که عضلات بالاتنه نسبت به عضلات پایین‌تنه سریعتر بعد از تمرین ریکاوری میشن درسته یا نه؟ سلام، به ویدیو دیگه خوش اومدید. من مرزا هستم، مربی و تولید کننده محتوا در حوزه بدنسازی. اخیراً یه سری ویدیو بیشتر توی تیک تاک دیدم که حالا اینفلوئنسرهای انگلیسی زبان بعضیاشون به یک مطالعه علمی اشاره می‌کردند و میگفتن بر اساس این مطالعه مثلا فلان عضله ریکاوریش سریع‌تره یا فلان عضله ریکاوریش طولانی‌تره. امروز می‌خوایم این مطالعه رو خیلی خلاصه بررسی کنیم، ببینیم آیا واقعاً بر اساس این مطالعه علمی همچین نتیجه‌گیری درسته یا نه. و اولا باید بگیم که می‌دونیم تمرینات بدنسازی میتونن یه سری ریس آسیب‌ها و پاسخ‌های التهابی رو موقتاً ایجاد کنن که حالا اصطلاحاً بهش میگیم ماسل دمیج. و اینکه میزان ماسل دمیج یا آسیب عضلانی بعد از تمرین چقدر هستش به عوامل مختلفی بستگی داره، مثل اینکه شدت تمرین اون چقدر بوده، تعداد ستمون برای اون عضله چقدر بوده، تعداد ست کلیمون توی اون جلسه چقدر بوده، چقدر بین ست‌ها استراحت می‌کردیم، سطح تمرینمون چقدر بوده، یعنی چقدر سابقه تمرین داریم، اینکه آیا اون حرکاتی که انجام دادیم توشون ماهر هستیم یا نه، مثلا اولین بار داریم انجامش میدیم یا نه بار دوم سوم یا نه بار مثلا 2000م که داریم اون حرکت رو انجام میدیم. یه کاندید دیگه هم اینه که شاید نوع عضلات هم تاثیرگذار باشن برای اینکه چقدر آسیب عضلانی رخ میده. ممکنه مثلا یک سری عضله به دلیل ساختار متفاوتشون یه مقداری مثلا ریکاوریشون طولانی‌تر باشه نسبت به سایر عضلات و آسیب عضلانی بیشتری رو تجربه کنن. و خب نشونه‌های این آسیب عضلانی چیه؟ معمولا ممکنه کوفتگی عضلانی رخ بده، اما لزوما چون کوفتگی رخ نداده به این معنی نیست که شما آسیب عضلانی ندارید. یک سری پروتئین ها میتونه توی خون زیاد بشه مثل کراتین کیناز، مایوگلوبین و اینها معمولا به عنوان مارکرهای آسیب عضلانی ازش یاد میشه. و همچنین یک فاکتور بسیار مهم که افت میکنه بعد از تمرین توانایی عضله در تولید نیرو هستش، در تولید حد اکثر نیرویی که میتونه اعمال کنه. پس اگر مثلا عضله 100 واحد نیرو تولید میکرده بعد از تمرین این شده 60 واحد، احتمال داره که یه سری آسیب عضلانی رخ داده باشه و عضله نمیتونه با حد اکثر توان خودش نیرو اعمال کنه. این مطالعه معروفی که بهش اشاره میشه اومده دقیقاً چیکار کرده؟ خب این تو این مطالعه 15 فرد آماتور، دقت کنین افراد آماتور بودن، اومدن 9 تا حرکت رو توی جلسه تمرینی انجام دادن. این 9 حرکت رو افراد بهش عادت هم نداشتن، یعنی نه تنها آماتور بودن، عادت و انجام این 9 حرکات هم نداشتن. هر حرکت رو 5 ست میمدن انجام میدادن، هر ست 10 تکرار و با شدت نسبتاً زیاد. حالا حرکاتش رو جلوتر بهتون میگم. تمام حرکات رو هم فقط بخش ایسنتریک رو اومدن انجام دادن، یعنی بخشی که عضله توی اون حرکت داره طویل میشه. مثلا اگر لت پولدن انجام دادن، بخشی که پایین میاد رو انجام ندادن یا محققین کمک کردن که اینو بیارن پایین، و بخشی که عضله داره کشش درونش ایجاد میشه یا بخشی که ایسنتریک هست رو فقط اومدن انجام دادن. این جلسه تمرینشون هم بسیار سنگین بوده، یعنی حدود 4 ساعت به طول انجام میده و با توجه به اینکه خب افراد آماتور بودن و عادت به این نوع تمرینات نداشتن، احتمالاً بسیار براشون سخت بود. چیکار کردن؟ ببینید این 9 تا تمرین رو برای عضلات مختلف یک بار اومدن انجام دادن و بعد از تمرین تا طی چند روز آینده محققین اومدن شاخص‌های آسیب عضلانی، توانایی تولید نیروی عضلات مختلف بدن رو اومدن ارزیابی کردن، کوفتگی رو ارزیابی کردن که ببینن بعد از تمرین آسیب عضلانی تقریبا چقدره، عضله چقدر ضعیف شده و کوفتگی چقدره و کدوم عضلات توی بدن دیرتر دارن ریکاوری میشن. و نکته خوبی که این مطالعه انجام داده، 2 هفته بعد افراد مجددا اومدن همین پروتکل رو انجام دادن که ببینن محققین اگر بار دوم افراد میان دوباره این پروتکل انجام میدن نسبت به بار اول تغییری توی ریکاوری رخ میده، مثلا ریکاوری سریعتر میشه، آسیب عضلانی کمتر میشه یا نه. حرکاتشون چی بوده؟ حرکات رایجی که توی باشگاه هستش بوده، مثل لت پولدان، سیمکش، جلوران نشسته دستگاه، پشتران خوابیده دستگاه، کرانچ شکم با دستگاه، بک اکستنشن یا همون فیله با دستگاه، حرکت ساق پا ایستاده رو زدن، پرس سینه دستگاه رو زدن، بازو دستگاه رو زدن و جلو بازو دستگاه لاری. خب نتایج این مطالعه چی نشون میده؟ ببین بعد از بار اول که افراد اومدن تمرین کردن، طبیعتاً بعد از تمرین توانایی تولید نیروی اکثر عضلاتی که ارزیابی شد توی این نوع حرکت افت کرد، یعنی سینه، ساق، چهارسر، همسترینگ، بازو، همه اینها ضعیف‌تر شدن تا حدود شاید 50-60% هم این ضعف مشاهده میشه. و نکته اینه که چند روز بعد این توانایی تولید نیرو که افت کرده بود نزدیک شد به اون حالت اولیه، یعنی ریکاوری تا حد خوبی انجام شد. بعد از بار اول تمریناتشون حالا بسته به نوع عضله تقریبا 4-5 روز طول کشید که توانایی تولید نیروی این عضلات برگرده به یک لول نسبتا خوبی و بگیم تا حدی عضله از این لحاظ ریکاوری شده. پس وقتی افراد به این پروتکل سنگین عادت نداشتن، حدود 4-5 روز در خیلی از عضلات زمان برد که بتونن باز هم نیروی قابل توجهی رو بتونن اعمال کنن و قدرتشون رو تا حدی ریکاوری کنن. حالا نکته بسیار جالبی رو که باید بهش اشاره کنیم اینه که بعد از تمرینات اول سینه،
پشت بازو و جلو بازو ریکاوری کنتری رو از خودش نشون داد، یعنی توانایی تولید نیروی عضلات سینه، پشت بازو و جلو بازو دیرتر برگشت به حالت اولیه و اینجا این رو نشون داد که حداقل در افراد آماتور این سه تا عضله نسبت به سایر عضلات بدن داره یه مقداری ریکاوریش کنتر ظاهر میشه. این نکته هم فقط باید بهش دقت کنیم که این مطالعه سرشونه رو نیومده بررسی کنه، همچنین عضلات باسن یا گلوت رو هم نیومده بررسی کنه. حالا 2 هفته بعد که افراد اومدن دوباره این پروتکل تمرین رو انجام دادن، ریکاوری چطور بوده؟ ببینید به طور کلی ریکاوری سریعتر شد، یعنی بدن حتی بعد از یک جلسه تمرین سنگین از خودش سازگاری قابل توجهی رو اینجا داره نشون میده. بعد از جلسه دوم تمرین عضلات باز هم ضعیف‌تر شدن، افت تولید نیرو مشاهده شد، اما این بار به جای اینکه 4-5 روز طول بکشه خیلی از عضلات ریکاوری تولید نیروشون رو به خوبی انجام بدن، اینجا 2 الی 3 روز طول کشید که خیلی از عضلات ریکاوریشون رو تقریباً به لول قابل توجهی برسونن و بتونن مجددا تولید نیروی خیلی خوبی رو داشته باشن. پس اینجا طول مدت زمان ریکاوری یه مقداری سریعتر شد و تمام عضلات یه مقداری ریکاوری سریعتری رو نشون دادن نسبت به بار اول که زیاد به این پروتکل عادت نداشتن. و نکته جالب باز هم بعد از تمرین دومی که افراد اومدن انجام دادن، عضله جلو بازو و سینه یه مقداری از سایر عضلات ریکاوریش کنتر رخ داد و دیرتر توانایی تولید نیروش رو بازیابی کرد. در مورد کوفتگی هم طبیعتاً کوفتگی زیاد شد بعد از جلسه تمرین اول، اما وقتی افراد جلسه تمرین دوم رو انجام دادن نسبت به قبل کوفتگی اینجا کاهش پیدا کرد، یعنی علاوه کوفتگی هم یه سری سازگاری‌ها رخ داد. در مورد مارکرهای آسیب عضلانی درون خون هم خیلی جالبه، مشابه همون چیزی که صحبت کردیم. بعد از جلسه اول این مارکرها به طور چشمگیری زیاد شدن درون خون، یعنی مارکرهای آسیب عضلانی افزایش پیدا کردن تا چندین روز بعد از تمرین. اما به طور جالبی وقتی در جلسه دوم افراد اومدن این تمرینات رو مجدد انجام دادن، طور معنادار این مارکرهای آسیب افزایش پیدا نکردن، یعنی اینجا هم بدن از خودش یه سازگاری عجیب و غریب و فوق‌العاده‌ای رو نشون داد. خب بریم با هم یه نتیجه‌گیری در این مورد داشته باشیم. خب نتیجه مهمی که از این مطالعه میتونیم بگیریم اینه که وقتی قراره یک پروتکل تمرینی رو انجام بدیم و پروتکل خیلی نو و جدیده برامون و قبلا زیاد اون رو تجربهش نکردیم، احتمالاً اون پروتکل آسیب‌های عضلانیش یه مقداری بالاتر باشه، ممکنه کوفتگی بیشتری رو به همراه داشته باشه و ریکاوری طولانی‌تری رو بطلبه. و به ویژه زمانی که ما آماتور هم باشیم میریم حرکات جدید رو انجام میدیم، ممکنه این تشدید بشه و نگرانی مقداری بیشتر باشه. خب چی رو از این میتونیم دریافت کنیم؟ این احتمالاً این رو ما میگه که اگر قراره یک تمرین انجام بدیم و برامون خیلی تازگی داره، حرکات خیلی جدیدی توی برنامه هست، احتمالاً منطقی تره اوایل دوره تمرینیمون که اون برنامه رو داریم انجام میدیم یه مقداری احتیاط کنیم، حجم تمرین رو شاید نیاز باشه که یه مقداری کمتر شروع کنیم یا اینکه شدت تمرین رو خیلی بالا نبریم اوایل تمرینات که یه مقداری نسبت به اون تمرین سازگار بشیم. این دقیقاً کاریه که خیلی از مربیان بزرگ دنیا اوایل دوره تمرینیشون انجام میدن. نکته دوم، این مطالعه نشون میده وقتی شما یک تمرین رو مکرر انجام میدی، بدن از خودش سازگاری‌های جدی داره نشون میده و احتمالاً هر چی میری جلوتر بدن بتونه ریکاوریش رو تسریع کنه و به مدت زمان کمتری برای ریکاوری نیاز داشته باشه. نکته بعدی، ممکنه بر اساس شواهد اولیه، یعنی این مطالعه، عضلاتی مثل سینه، پشت بازو و جلو بازو یک مقداری ریکاوریشون تأخیر داشته باشه و کنتر باشه نسبت به سایر عضلات، البته بجز سرشونه و گلوت که اینجا بررسی نشده. اما این شواهد قوی فعلا حساب نمیشه و میتونیم به عنوان شواهد اولیه ازش یاد کنیم. چرا؟ اولا اینکه این مطالعه روی افراد آماتوره، پس این فردی مثل من یا شمایی که مثلا 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال سابقه تمرین دارین خیلی قابل تعمیم نیست. چرا که مثلا من یا شما مثلا شاید بتونیم 10 برابر یک فرد نشرال پرسینه بزنیم، حجم عضلانی خیلی بیشتری رو داشته باشیم، مثلا 4 سرمون خیلی بزرگتر باشه، وزنای سنگین‌تری بزنیم، ممکنه در اون افراد ریکاوری بین عضلات یه مقداری متفاوت باشه. و نکته دوم، این فقط یک مطالعه است و مطالعه کوچکیه. علاوه بر اینکه روی آماتورها بوده، نیاز به مطالعات بیشتری است تا ببینیم تفاوت ریکاوری بین عضلات مختلف واقعا وجود داره، این تفاوت دقیقاً چقدر هستش. و نکته بعدی، نیاز به مطالعات با کیفیت داریم اگر قراره عضلات مختلف رو با هم مقایسه کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو این مطالعه افراد همسترینگ خوابیده انجام دادن. طبیعتاً همسترینگ خوابیده چالشش در طول بلندتر همسترینگ نسبت به حرکتی مثل ددلیفت رومانیایی هالتر کمتره و ددلیفت رومانیایی میتونه به دلیل تمرین در طول بلندتر همسترینگ یه مقداری آسیب‌های بیشتری رو ایجاد کنه و در نتیجه ریکاوری بیشتری رو شاید نیاز داشته باشه. پس اگر قرار مثلا همسترینگ با جلو بازو مقایسه شه، نیاز به مطالعاتی داریم که تمام این فاکتورها رو در نظر بگیره. طول عضله حین تمرین، اینکه در طول بلندتر حرکت چقدر سخته یا آسونه و اینها بین عضلات مختلف کاملا یکسان بشه، بعد بیان مقایسه بین عضلات مختلف و ریکاوری عضلات مختلف انجام بدن. پس اونقدر که خیلی از اینفلوئنسرها میان ادعا میکنن و این مطالعه رو میارن وسط، اونقدر شواهد قوی برای اینکه بگیم مثلا سینه از 4 سال سریعتر ریکاوری میشه یا دیرتر ریکاوری میشه حساب نمیده.
حساب نمیشه. اگر تجربه یا نظری در مورد دارید حتما کامنت کنید تا ویدیوی بعدی.